در این حالت شما را کی دستگیری کرده؟ سخت خوردن از کجا است؟ زمین ریلا میکنی آدمو میزگرن جوش میشم میدونم خونه خیلی مسخرت میکنه خربز دوری نمی چی دوری گفتم میپرسن طبابت گرفتین یگانه توصیه من همه که به شوهر برای مردم کلوب بسیار مردم باور بکنید غمخوار است، دلسوز است. ما باوری دارم که اینها از حال شما خبردار نیستند. خب دوستان عزیز، من یک چیز رو به شما توصیه دادنی هستم. از همین چیز من خودم استفاده بردم. این برای شخصانی که خونو گرفتگی دارند، پروستاتا دارند، حس پیشاب میکنند، برای دوامناکی همخوابگی، برای گمرای، حتی شخصانی که گمرایشون کهنه شدگی باشد، بسیار بسیار مفید است. باور کنید دوستان عزیز، حتی زنها میتوانند از همین چیز استفاده برند. برای میوما، کیستا، درد بچه‌دان، خونو گرفتگی یک دارویی هست که باور کنید به تعریف زیبی تعریف است. یک بار شما از همین خریداری کنید، نتیجه شو ببینید، بعداً در حق ما دعا میکنید. شرکت زیارتشاپ با حجامه و داروهای گیاهی از جمله طبابت گیمری در شهر مسکو در خدمت شما است. شما میتوانید خود حاضر فرمایش دهید تمام داروهای گیاهی با تمام شهرهای روسیه و تاجیکستان. برای معلومات بیشتر بر رقم‌هایی که در روی نوار است مراجعه نمایید. سراغ این مادر شهر کلوب قطعه 6 راه شهید پیش مکتب 46. اگر یگان سخاوتمندی که در اینجا وجود داشته باشه میتونید ببینید یک بار از حال این مادر خبر داشته باشید که طول یک سال میشود در همین احوال زندگی کرده ایستاده است. از گرمی را باور میکنید نفس کشیده نمیشود. داخل چنان گرم است که در همین گرمی خواب هستند. حتی شب آمده بودیم خبرگیری، در همین قدر گرمی با در میپوشند برای که یگان سگ نباید یگان مست الست هجوم نکنه گفته در میپوشند و خوب میکنن با یک پسرچه که مایده کش. بیا اپا جان، شما چند قدر وقت شد که در این احوال قرار دارید؟ من یک سال شده همی کوارتیر در زندگی دارم. سلامتیم خوب نیست، خونه به حد گرمه نمیشوم. حسابی گردم در یگانجا کار کردن نمیتونم. اما نه پدره نه مادر نه اکاو دادر که مرا بسمت گیره. 4 اپا دارم با زندگیشونم. اینجا چه خیلی آمده در اینجا زندگی کرد؟ اینجا کلبه کی هست؟ اینجا چی هست؟ اینجا مگزین بود همی خونه دار گفت که خیلی همینجا بیا بشه بیستمش شیناندگی خدا برکتش ده. برای جایی برای رفتن ندارم. خیلی گرمی که درون هست باور بکنید نفس کشیده نمیشه. چگونه در اینجا زندگی کردین؟ خوب کردین؟ ایروی مجبوری برای جایی برای دیگه رفتن ندارم. به حد گرمه. ولی رفته و میام باعث نه اینجا پوتا میبون پوت میسوزه. برای جایی برای رفتن ندارم. من قای برادر خواهش دارم که مرا یاد از گریخ چون برسونه. شلو برکت میوام. بله، شما چند فرزند دارین؟ یک بچه دارم. از شوهرتان که جدا شدید؟ بچه‌م 1 ساله بود. چند سال می شود؟ 8 سال. 8 سال؟ سبب جدایی در چه بود؟ حسابی که کسل بود یگانجا در کار کردن نمیتونست. وقتی که خیلی میگفت من در یگانجا کار کردن نمیتونم مقصدی شما را نگاه بین کنم. حسابی هم جدا شدگی. یگانجا مراجعت نکردین برای خانه، برای زمین؟ نه یگانجا نرفتم. من خواهش دارم دستگیری چون برسونم یک خانه چه یاردم تا این مگزین جونی مرا بخرن. صبر. برادرای عزیز، حالت مادر بسیار وزنینه. جایی که از ما شدگی هستیم به نهایت گرم است. کلبه خورد است. اینجا مغازه بود است یک صاحب کار. اما صاحب خانه همینجا در دادهشونه خیلی همینجا استید. نه که اینجا نه تریزه ندارد. درشون نبین. اگر هوی کنن از گرمی بیرون نفس گیر میشی بپوشن از گرمی درون. شبا هم آمدیم و همینجا سگو بودن همون سواس درشون پوشیده خواب میکنن. چی یک وضعیت مشکل در قرار دارن. طول 1 سال میشود در همین حالت زندگی دارن. مادر خیلی شد و ما رو مراجعت کرده سبت. وقتی ما با شهر کلوب آمدیم
باز با دیداری مادر اومدیم خواستیم یک نوار گیریم و برادرها سهم خشونه بگذارند. بیاین سرجمانه شویم دستگیری کنیم مادر. یک کلبک هم که باشه برای مادر آماده کرده تیم. من خواهش دارم ای برادرها یک دستگیری کنه یک خونه چک کنه را بتن اینجا ایسته بیگمی گرمی کرد فقط کسل میشیم. ما دائمی خونه هم بانیه میکنیم هم اوقات چای مدام جمع میکنیم. بعد آوامونان ده همه چیز مدام جای جای آوازی در کجا میکنیم؟ همی خونه ده میکنیم. تولدتون چند است؟ 70 نه. در این حالت شما را کی دستگیری کردید؟ خوردن از کجا است؟ من وقتی سلامتیم خوب بود کار میکنم. وقتی که ایپازادم نمیتونم دیگه یکم کار کرده. باز از کجا است که مقصد شما خورده استین؟ خدا برکت دارم یعنی سوره نمی خونه دار میرم یکون تاینون یکون چی که اوقات میرم ما ایسا بگیر گردم کسل یکون چیز خوردن نمیتونم فقط او تمام. برای طبابت تلاش نکرده؟ ندارم سون من روز اگر دختر برام که خوام کنه نه ایسا بگردم ایزا من میچی قنبو گرمی بده هوا خیلی نفست میگیره دای خونه. از حال شما یگان کس با خبر نیست؟ چیکه خبر نمیگیره مرا چیکه نمیپرسد که دایی در نگرمی تو چی حال داری چی میخوری چیکه نمیپرسد. من یک سال شده همجا زندگی میکنم چیکه نمیپرسد تو دایی میخواست چی میخوری چی میپوشی چیکار میکنی. کلانی ندارم که مرا نگاه کنه. خدا مشکلی هممون آسان کنه مشکلی شما را نیز آسان کند. امید دارم که برادرها دستگیری میکنند و باز یک کلبه هم که باشه برای شما ساختن میتیم در این شهر کلاه باشه در هر جایی که باشه برادرها دستگیری کنند میشه. شاید یکم صاحب کاری باز نوار با گوشش رسد و آمده شما را از این جای گرمی که باور بکنین نفس کشیده نمیشه شما را نجات بده. در ایلا میکنی و دمو میزگرن جوش میشم میدونه خونه یه خیلیش مسقرت میکنه تربز دوری نمی چی دوری گفتم میپرسن من ایزو میکشم. مقصد شما در مغازین زندگی دارین گفته در مغازه از همین سبب هم خیلی میکنن؟ اوه در این مغازین زندگی داره خیلی هست در جوش که خیلیش مسقرت میکنه میگه الله خودش صبر کم طاقت کم خداوند مش میشه. بله دعا بکنین هیچ وقت غمگین نشوین. این همه غم زیاد شما را بیمار کردگی است. گرده هاتون زاب دل همه همی از سبب غم میشود. با غم خوردن هیچ چیز دیگر نمیشه. همین سبب زیاد غمگین نشوی همش خوب میشود. این لحظه ها هم زود گذر است. این به حکمت نیست حکمتش هست با از جانب خداوند. مردم تاجیک بسیار یک مردمی است بخیر هستند. هر کسی را که نوار گرفته ایم و گذاشته ایم ناامید نکردند دستگیری کردگی هستند. صاحب کارهای بسیار سخاوتمند داریم بسیار غمخوار داریم ملت دوست داریم وطن دوست داریم صاحب کارهای انسان دوست داریم که در این حالت ها امید دارم که شما را تنها نمیگذارند. یکیش پیدا شده و دستگیری شما میرسانند. شما در حق کل صاحب کارهایی که امروز تمام مردم دستگیری دارند تمام این ملت دستگیری دارند برای آبادی وطن برای ملت تاجیک زحمت کشیده ایستادند دعا بکنیم. شور ما وقت چون دعا میتیم به خدا من خواهش دارم مرا دستگیری شونم برسونم به خدا فقط دعا میتیم مرا خیلی خواهش دارم اینجا جون نبخورم. چرا شوهر نکردین در این قدر مدت؟ نمیتونم. از چی سبب؟ سلامتی خوب ندارم. خدا خواهد طبابت میگیری طبابت یافتی باز صاحب سلامتی شوهر زنک در کار سلامتی نباشه چی نگاه نکنی. آره طبابت میکنی ساز میشه بعد شوهر هم میکنی
یه دنیا در همین، چون که وقتی شما سین سالتان رفتن گیرد و این حالت ها گرفته باشه، بیمار شوین، در زندگی شما رو دیگر کی است پشتیبان؟ حتما باید در بر شما مرد باشد که فرزند شما آینده خواندنش لازم است، باید رفته بخونه و این وطن و این ملت باز خدمت کند. از همین سبب طبابت گرفتین یگانه توصیه من همینه که به شوهر برایید. خب برادرای عزیز، بیاین سرجمونه شویم با همین کارتای مادر. مبلغی کمی هم که باشد گذرونیم تا دستگیری همین مادر شود. هم اگر سرجمونه شویم من امید دارم که این مادر را از مشکلات میبراریم. خب خاص سراغمون از به شما نشون میتیم، میتونین که اومده از حال مادر خبردار شوین. مردم کلوب بسیار مردم باور بکنید غمخوار است، دلسوز است. ما باوری دارم که اینها از حال شما خبردار نیستند. بسیار مردم دست به خیر هستند. طولی 3 روزه که می شود که ما در کلوب قرار داریم، چقدر مهمان نوازی دارند، چقدر مهربان هستند، چقدر سهمگزار هستند در کارهای خیر. بسیار مردم با فرهنگ هستند، وطن دوست و ملت دوست هستند. من اینها را دوست می‌دارم. من امید دارم که به گوش این برادرها رسن، همین برادرها اومده شما را دستگیری میکنند. در حق وطن عزیزمون دعا کنید. ما امید داریم که برادرها دستگیری میکنند. خدا برکتم تا عمر درازتم تا تنیسیتم تا دیلی بیغمتم تا خدا جان هرگز یگان تخار نکنه. خداوند کریم همین مردم غریبه کدامی که دستی مرا میگیره خدا جان یک بای به دولتی کنه که مردم ایتای دستی همه بندانان بخوره. آمین. آمین. زمین